هست ببین همسر داغدارت شریک زندگانیت اومد داداش محسن و مسعود و یوسف علی خواهرات هستن اومدن تو مجلس تو نشستن بیا یه سری به مجلس و محفل تو بزن بگو مریم جان تو که مهربان بودی خواهرم تو که هر موقع من صدات میزدم میگفتی جان دلم چرا الان 1 ساله هر چقدر صدات میزنم جواب ما رو نمیدی من امروز از دل کیا بخونم از دل مادر داغ دیدش بگم مادری که 1 عمر زحمت میکشه یه اولادی رو بزرگ میکنه تمام دلخوشی مادر این جوانش جلوش راه میره کیف میکنه